بچه‌ها چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. این بار پکیج آموزشی نرم افزار امبرجن رو در قالب یک دوره آموزشی 16 ساعته واسهتون آماده کردم. در فصل ابتدایی آموزش در رابطه با تعامل و منطق کلی برنامه صحبت می‌کنیم. یاد می‌گیریم که در نرم افزار به چه صورت می‌تونیم دود، آتش و ذرات رو خلق و اونها رو به خوبی کنترل کنیم. دونه به دونه نودهای موجود در برنامه رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. یکی از مهمترین بخشایی که ما داخل این دوره آموزشی بهش میپردازیم بحث فریز پارتیکل هست یا اصطلاحاً فروزن پارتیکل که ما اون رو به صورت کاملا تخصصی توضیح دادیم و میتونیم به واسطه اون افیکس های خیلی جذاب هالیوودی رو خلق کنیم. من سعی کردم توی این دوره آموزشی آموزش ها رو به صورت پروژه محور جلو ببرم و در کنار اینکه شما مباحث پایه‌ای رو به خوبی یاد میگیرین، چندین و چند پروژه رو از 0 تا 100 با هم دیگه خلق خواهیم کرد. نرم افزار امبرجن یه نرم افزار ریل تایم هستش که اصلا نیازی به دانش کدنویسی برای خلق انفجار و تولید ذرات و پارتیکل ها نخواهیم داشت و ما توی این دوره آموزشی به واسطه یادگیری تمامی نودهای موجود در نرم افزار به شما یاد میدیم که به چه صورت بتونین 0 تا 100 یک انفجار رو خلق و افیکس های متنوعی رو ایجاد بکنید. هستم از مجموعه گراویتی، مدرس این دوره آموزشی. با من همراه باشید.